سلام و سپاس که آنلاین و با آزادی هستید. امروز با خواسته خود شما پول مهاجران را حساب میکنیم و درباره باکرگی گپ میزنیم که تقدیر صدها دختر را سوزانده است. تاجیکستان بیش از هر کشور دیگری آسیای میانه از حساب مهاجران کوریاش پول میگیرد. برای مثال در سال گذشته 2018 مهاجران از خارج به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. گزارشی که درباره پول مهاجران همین هفته داشتیم بعضی از مهاجران را عصبی کرد که چگونه آنها پول میفرستادند و خواهر، برادر یا مادر آنها در تاجیکستان تنبل می شده است. با وجود آنکه که مبلغ‌های انتقال می‌داده مهاجران مشکلات زیادی اجتماعی را در تاجیکستان حل می‌کند، اما محققان می‌گویند خانواده‌هایی که یک عضوی اعضایشان در مهاجرت هست، اعضای دیگری خانواده از جهت اقتصادی فعال نیستند. چیکار کنم دیگه؟ کنه گجورم. خیر منم می‌فورد که فرزندم در پیشم باشه. قدیش صحبت کنم، گپ زنم. کاربر با نام آزادی در وبسایت ما نوشته است حکومتداران از حساب پول مهاجران چنان تنبل شدند که کار مفید برای پیشرفت دولت و زندگی خوب خلق کردن نمیخواهند. کاربر دیگری که نخواسته است نامش را بگوید در وبسایت آزادی کنایه زده است. همه مهاجران گناهکارند، تنبلند، بیکارخوجند. هر نقصانی که در جمهوری می شود عیب مهاجر است. عیب مهاجران است که تاجیکستان کشور عقب مانده است چون که پول کم میفرستند. محترم دپوتات ها، قانون انتخاب کنید که کدام مهاجر پول کمتر میفرستد بعد جوابداری جنایی کشیده شود. کاربر با نام کارگر گفته است اگر مهاجران یک سال بعد تاجیکستان پول نفرستند چه می شده باشد؟ انیق آدمخوری. با 500 سامانی چطور روزگار را پیش بریم؟ بهادر میرزایف در فیسبوک نوشته است در واقع مردم نمیخواهند کاری حلال کنند و یک سببش پول مهاجران است. مهاجرانی که ویدیویی را درباره عذاب کشیدنشان به آزادی آنلاین فرستادند. من اینجا 2 ماه 3 ماه شد نه کنسول یکم چه یاردم نمیتای تاجیکستان. اینجا همه بچه‌ها نه همه بیچاره اشتگان در کراسنسلی شهر سنت پترزبورگ. اینا هم کسا اشتگی اینجا چه بیان اینجا گپ میزنن میرن تلفنشون کشتگی. کاربران صحیفه ما در اینستاگرام این هفته خیلی فعال بودند و نظرهای خیلی جالب در موضوعهای گوناگون از جمله در موضوع انتقال پول مهاجران و تاجیکستان نظرهای خیلی خوب دادند و در مورد باکیره بودن یا نبودن یک دختری از دنغره که مورد به گفته خودش تهمت قرار گرفته است نظرهای گوناگون نوشتند. فقط از کاربران فعالمون یک خواهش داریم که هنگام نوشتن کامنت آداب بحث را رعایت کنند چون ما اون نظرهایی که قانون‌ها رو رعایت نمی‌کنند و تحقیر و توهین دارند ما پاک میکنیم. موضوع جنجالی دیگری که شما خواسته درباره‌اش صحبت کنیم سرنوشت ایدیما شیر و دختر 19 ساله دنغرگی است که بعد از عروسی شوهرش او را نادختر نامیده با طعنه و ملامت رانده است. گزارش درباره ایدیما شیر و یک ساکن 19 ساله دنغره که شب اول عروسی به نادختری متهم شد واکنش خیلی شدید به بار آورد. ایدیما از آن شکایت میکرد که شوهرش او را مجبور کرده است در روبروی تلفن بگوید او باکیره نبود. بعد از نشر گزارش ایدیما را به مقامات دنغره و دادستانی ناحیه دعوت کرده از او عریضه شکایتی گرفتند. حالا امید دارد پروندهش دوباره و این بار عادلانه بررسی خواهد شد. اسویف سعدالله در اینستاگرام نوشته است اگر عیبی دختر باشد هم شویش حق نداشت دختر را اوریان کرده ویدیو بگیرد دوم ویدیوی دختر اوریان را به دیگران بفرستد. تنها همین کار پسر بس است که او را به جوابگری جنایی بکشند. تهمینه سعدالله و در اینستاگرام نوشته است داماد حق چنین رفتار با دختر را نداشت و برای این کارش باید جواب بگوید. و دختر دلیری و صبر میخواهم و میخواهم دادگاه ما کور و کر و به سرنوشت دختر بی‌پروا نباشد. احمدزاده امیدجان حکمت الله در فیسبوک پرسیده است چرا کسی از باکرگی پسران نمیپرسد؟ این چی حماقت است؟ از دختران طلب میکنیم ولی خودمان مگر فرشته ایم؟ ما باید شرم داریم. داریوش مپ در اینستاگرام توصیه داده است به پسران و دختران تاجیک درسی تربیت جنسی بدهند. تربیت جنسی به نهایت مهم است. باید در مکتب ها فهمانند یا پدر و مادر. من نمیفهمم برای چی باکرگی دختر را در جامعه ما اینقدر ضرور می‌سازند. اگر می‌خواهید با داریوش فهمانید که چرا ضرور است پس به ما نویسید با تلفنی که می‌بینید در وایبر، واتساپ، تلگرام، ایما و یا وبسایت azadi.org. تا دیدار در برنامه دیگر.